میخوام راجع به یه پیچ اشتباه بهت بگم. اون پیچ اشتباه که نه، این پیچ اشتباه. همین پیچ میتونه سقف خونت رو خراب کنه اگه درست انتخابش نه. دو نوع پیچ داریم، یکیش واشر پلاستیکی داره، یکیش هم نداره. اونی که نداره کلا هیچ، ولی اونی که داره موقع بستنش این نکات یادت بمونه. 1. پیچو بیش از حد صفر نکن که لاستیکش له نشه و نشتی نده. 2. تعداد هر پیچ تو هر متر مهمه که این بسته به ورق و متراژیه که داره که حدود 4 تا 6 تاست. 3. همیشه پیچو قسمت بالای ورق ببند، نه پایینش. اینجوری خیلی بهتر آب بند میشه. پس یادت باشه انتخاب یه پیچ اشتباه یعنی انتخاب یه خونه خراب. اگه تجربهشو داشتی برام کامنت کن.